سلام دوستای نازنین، خوش آمدین به برنامه امروز ما. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. خب دوستای نازنین دیگه امروز من میخوایم یک ترکیب جور میکنم که ضد التهاب می باشه یا پاکسازی بدن می باشه که این بسیار فایده داره. ما شما باید حتما ما یک بار از این تیار کنیم بخوریم. بعض وقتا که ما شما گلون درد میشیم یا ریزش میکنیم یا زکام میشیم، اگر جورم شویم التهاب ازی میشه در گلون ما، میشه در سینه، میشه در روده ها باشه یا گرده ها، که با نوشیدن ازی تمام التهاب بدن ما پاک میشه و این هم کدام چیز یعنی قیمتی نیست، چیز است که فایده داره و نقص نی. خب دوستای نازنین، این ترکیب ما است از لیمو سک، لیموی زرد نه، لیموی سبز، سیر است، زرچوبه است، امرای مرچ سیاه. خب دوستا دیگه حالا شروع میکنیم برای تیار کردنش. ما آب ماندیم که جوش شوه. حالا لیمو را میشویمک. لیموها را باید از خرد خرد ریزه کنیم. لیموی سبز باشه، لیموی زرد هم باشه، چیز نباشه، باید از زرد نگیرین، لیموی سبز. لیمو را باید از خرد خرد ریزه کنین به می شکل که میبینینک. خب دوستای نازنین، لیمو را همشه ما توته کردم. حالا لیمو را همشه به دیگ مندازیم. سیر 4 دندانه، سیر هم به دیگ مندازیم. خب زرچوبه 1 قاشق. زرچوبه اصلا خود زرچوبه ضد التهاب است. 1 قاشق زرچوبه. مرچ سیاه که پرتیم، باز مرچ سیاه کم آم است، اما امرای زرچوبه که یک جای شوه، زرچوبه را یعنی قوی تر می سازه تا سیراچه. خب حالا آب جوش مانده بودم، آب مندازیم. ایره به مدت 8 دقیقه میمانیم که جوش شوه، یعنی جوش بخوره تمام موادا با هم دیگر. بعد از او باز بیننده برنامه باشین که بعد از اینکه جوش آمد، باش که مشهورم بتمش. خب دوستای نازنین، حتما در خانه تیار کنین از این. ایره ماندیم که لیمو خودش بسیار فایده داره، یعنی ترش است، ویتامین سی داره، ایمونیتی وجود بدن بالا میبره. خود زرچوبه هم ضد التهاب است، یعنی هیچ نقص نداره. مرچ سیاه هم همچنان. سیر خو بیاز باید از هر دیگ استفاده کنیم دیگه. حالی که تیار شوه، بعدم شما ببینین که باز دیگه چی میکنیم. بیننده برنامه باشین. خب بیننده های عزیز، دیگه مدت 5 دقیقه شده که ما تا بالی ماندیم جوش خورده میره. 3 دقیقه دیگه شام مانده که بعد از او بازی را صاف میکنیم. بازی جا میبینین که یک قلم مواد دیگه ازی اصل است.
وقتی که صاف کردیم باز ببینین که از عسل هم استفاده میکنیم. بیننده برنامه باشین. خب دوستای نازنین، این ترکیب است که بسیار فایده داره. حتما در خانه یک بار تیار کنین، نتیجهش میبینین. خب دوستای نازنین، 8 دقیقه پوره شده. حالا میره به گیلاس صاف میکنم. خب دوستای نازنین، حالا به گیلاس صاف میکنیم. خب دوستای نازنین، یک کمک از پیش ما چپام شده. زرچوبام است. زرچوبامش هم بسیار اصل خوبش است، قدر زود رنگش نمیره. حالا یک قاشق عسل هم مندازیم. خب دوستای نازنین، حالا این ترکیب ما تیار شد. این بسیار فایده داره، یعنی خون رقیق می سازه. تمام التهاب شش ها، روده ها، گرده ها همیشه پاک میکنه. و حتما از این هفته یک بار روز 2 دفعه نوش جان کنینک، یعنی در شکم خالی باشه. دیگه نتیجهش حتما میبینین، معجزهش با شما میبینین. خب دوستای نازنین، 100% حالا ما تیار کردیم. باش که یک شب بخورم ببینیم که مزه از این شاید خوبش نباشه، اما به خاطر که فایدهش زیاد است حتما پشت مزهش نگردیم. باید دست از این ترکیب تیار کنیم و نوش جان کنیم. مزهش هم خوبش است، ترش مزگک است، چون لیموی سبز که است بسیار ترش است. خب دوستای نازنین، دیگه من خواستم که خودم که از این ترکیب تیار کرده بودم استفاده کردیم، نتیجه شدیدم خواستم به شما دوستا هم بگویم که شما هم حتما در خانه از این ترکیب تیار کنین، نوش جان کنین و پاکسازی بدنتان کنین، یعنی تمام التهابات وجودتان از بین ببرین. خب دوستای نازنین، خدا کنه که تا به حال با ما بودین خسته نشده باشین. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. شب و روز خوش داشته باشین. خدا حافظ.